سلام. خوش اومدیم به چیزی نی. آخه نه میدونه کجاست. من که همیشه دیر میرسم ولی خب آقایون داداشم ما داریم میریم علم و فرهنگ. نه نظرتون بگیم ورودی جدیدیم باور میکنم. ما اومدیم سری دوم اون ویدیوهای فلان رو بگیریم. مقایسه دوتا غذا. داریم میریم علم و فرهنگ و تهران غرب. فقط امیدوارم راهمون بدن و بتونیم این ویدیو رو بگیریم. چقدر چروکم. یه روتین پوستیت خوب بود احتمالاً چروک نمیده. اگه شامپوی لوکس رو استفاده کنید. بچه لوکس خیلی خوبه. ببینید مای من چقدر نخده میشه. بچه ببین الان جام درسته؟ نمیدونم. آخه اینجا کجه؟ یه دقیقه پیاده شو ببین. نگاه کن داره ماشین رد میشه. باشه یه دقیقه پیاده شو ببین. آره اصلا معلومه آدم فکر بکنه متوجه میشه. بچه این انگشتر رو میتونین از پیج دلوین اسپانسر این برنامه دلوین اکسسوری. من نیستم تو کار. خب بریم بچه منتظر. اوه بیاریخ. آها میخواستم کنید بیاریخ. بچه ها الان رسیدیم علم و فرهنگ ولی علم و فرهنگ بابا چرا همیشه تو ویدیوها تو حرف میزنی؟ خب تو حرف بزن. آره من باید الان بگی. بچه ما داریم میریم الان علم و فرهنگ. من توضیح میدم. الان به بعد بالا. بچه ما الان داریم میریم علم و فرهنگ. خوبه؟ ما داریم میریم علم و فرهنگ. درساماش امتحان کنی. الان میریم ما پارکشو میبینیم. خدافظ. بچه ها دیدین دارم شاخ در میارم. این هنوزم حاضر نیاد تو وسط خیابون. ما رفتیم علم و فرهنگ ولی ما رو راه ندادن. آها بعد دیگه ما رو راه ندادم. به سروش گفتیم که بره بگیره ساندویچ رو. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ خودش یه ذره ویدیو تو دانشگاه گرفت، ساندویچ هم گرفت. براتون ویدیوهای اونو بعد این میذارم. بچه ها دوباره مهمون داریم. کو سروش علم و فرهنگ برامون رفته محموله از داخل دانشگاه بود چون ما راه نمی‌ریم. یواشکی برای چی گرفتی؟ بندری گرفتم، فلافل گرفتم. همشو بگو با ژامبون بارو بگی. هات داگ. اینجا هم پارک علم و فرهنگی خوشگله ها. اسم پارکتون چیه؟ پارک علم و فرهنگ. مطمئن اینجا دانشگاه. یه دفعه دیگه بگو. همون دوتا چیزی که این کافه است. اونجا هم پاتوق بچهای هنر. ساختمون هنر. خب پشتیه ساختمون جدید مال ریاضی‌ها و آره بقیه رشته. این هم کافه دم دانشگاه. گلکیه کجاست اونم بریم یه تست بزنیم. خیلی خوبه بودش. گلکی کجاست؟ اونم نخوردی؟ چرا میگم من همش میرم من همش تو گلکی هم هستم. بچه‌ها ویدیو همینجا به پایان میرسه ما داریم میریم گلکی. بچه‌ها میدونستین این دو تا ساختمونه یکیش اسمش علمه یکیش فرهنگ برای همین اسمش علم و فرهنگه. ما بچه ما میخوایم غذا بخوریم پرانیس بابا ما میخوایم الان 6 تا ساندویچ بخوریم. الان من الان میرم کلاب الان میرم کلاب میگیرم. 1 ساعت وایسا. بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی محمد واقعا رفت سوپری. چی خریدی؟ چیک چیپس باورم نمیشه. بچه ما رسیدیم تهران غرب اومدیم تو راهمون دادن. اینم ملیحه. دور بزنیم تو دانشگاه دور بزنیم. بریم. بچه مثل این که لباس رو خوشحال میتونم چرا انتخاب بچه با این دانشگاه انتخاب کردنم. دانشگاه من هیچی نداره. مثل این که اینجا خیلی فانه. نه دیگه این که ماله بچه ما حس غریبی داریم. داریم میریم بوفه. اومدیم پیش آرمان تهران غرب.
بچه‌ها خود تهران غربیمون بلد نیست. همه جا میتونید یک کسی رو اینجا ذرت مکزیکی هم حتی داره. بعد کلی بستنی. آقای مهندس حسابدار است. اینا تهران غربیه. اونا علم و فرهنگ. سلام ملیحه جون. سلام ملیحه جون. بچه‌ها ما رفتیم ساندویچ تهران غرب هم گرفتیم. ظاهری به تهران غرب رنگ میدیم. آره فویلی داره. از علم و فرهنگ یه هات داگ داریم، یه بندری، یه فلافل. از اونجا چی داریم؟ اینجا یه همبرگر ویژه داریم چون چیز نداشت، فلافل نداشت که بخوایم چیز کنیم. ولی بقیه‌اشو مثل همونا یه بندری یه هات داگ. یه بندری. ببینم سسش چیه؟ سسای علم و فرهنگ بهتره، بیژنه. تازه اینه کمتر هم دادم بهمون. آره. هات داگو دارم بهمون. هات داگ. هم هات داگ. به نظر من خوشمزه‌تره. آره این یه نظر تو خیلی مهمه ولی این هات داگ علم و فرهنگ مثل اینکه اشتباه کردیم. این هات داگ تهران غرب میخوایم امتحان کنیم. لیلی ببین چقدر نون بالاش داره. امتیازهای منفی همین جوریه که داره به علم و فرهنگ داده میشه. واسه ریاکشنی نداره. سسش بدمزه نیست ولی تو چی دیگه نداره. یه هات داگ ساده است ولی از اون دوتا قبلی ها خیلی خوبه. بد نیست. من دوست ندارم. خب حالا هات داگ خیلی از هات داگای هات داگ تهران غرب رو میخوایم بابا بگو دیگه. فکر کنم این برنده بشه. میدونی این از این اساس چربی داراست. من مزه اینو بیشتر این فکر کنم ولی دوتاش بد نیست. یعنی اگه با علوم تحقیقات و تهران مرکز مقایسه میشد برنده نمیدونم از آن خوشمزه. نه من نظرم نیست. من تهران غرب رو بیشتر قبول دارم. یه ما دیگه بده منم اون نه این سوسیسش بهتره. کیفیتش بهتره. علم و فرهنگ 2-1 برنده قسمت. چی؟ 2-1؟ یعنی ما دوتا به علم و فرهنگ دادیم تو به تهران. آره من به برنده هات داگ شد. هر نوشابه‌ای که با میکنیم این بندری علم و فرهنگ. این مال تهران چون مشتی تهران غرب چقدر چیز توش داره. البته گرونتر بود نه؟ بریم برای بندری. این الان بندری علم و فرهنگ ولی قطعا تهران غرب برای بده دیگه برای خیلی کم ملاته. آره خیلی خوشمزه. مثل اینکه دانشگاهمون رو اشتباهی انتخاب کردیم. بچه شاید باورتون نشون یکی خوشمزه کرد. گوشت اصلا دوست ندارم خیلی بدمزه است. علم و فرهنگ خیلی خوشمزه کرد بود. مونده یه ادویه توشه. خوشمزه نیست؟ نه علم و فرهنگ. علم و فرهنگ برد برخلاف ظاهر. اگر رو ظاهر قضاوت نکن کتابو. خب بریم حالا غذاهای متفاوتشون. یکیش فلافله. بیچاره خب فلافل رو داریم با برگر مورد. با برگر ویژه تازه. این فلافل علم و فرهنگه که تهش همبرگر مخصوص تهران غرب. بچه فلافل علم و فرهنگی که تا اینجا نونه. کاهوه مثلا. کاهو کلوس.
بد نیست. خوبه. مفهم خیلی غذاش خوب بود. فلافل معمولی. معمولیه. نه بخور. ببینم اول تو میمیری یا نه؟ خیلی بد مزه. چرا؟ همبرگر عقص گرفتم که با همبرگر علوم تحقیقات مقایسه کنیم. اون خیلی بدمزه بود. نمیخوری؟ چرا اینجوری خوردین؟ من اینو بخورم تا برسم تازه تست کنم. چه نمیره پایین؟ موخورم وای هی بدتر میشه تو رو قرآن. یاد گرفتم. نوشابه خواستیم باز کنیم زنگ بزنیم. میفهمی اصلا؟ مزه مرگ میده. آقایون دوستان بوفای عزیز رو همبرگرتون کار کنین. اینا رو الان من جلو گربه‌ام بندازم نمیخوره قطعا. خیلی بدمزه. مزه چربی میده. خیلی چربه. وای علم و فرهنگ بود. علم و فرهنگ خیلی همه چیز تازه قیمتش هم بهتر بوده. علم و فرهنگ قیمتش هم بهتره. حالا قیمتشو براتون میذاریم. تهران قبل که میترسم گربه. نه خب بچه‌ها این غذای گربه است. همبرگرای دانشگاه رو گربه هم نمیخوره. خیلی بدمزه بود. علم و فرهنگ خوب بود. فلافلش هم خوب توست معمول. بچه فلافل یا فلافل؟ بچه کامنت کنیم. فلافله. او فلافله دیگه. فلافل جمع فل هاست. نه فلفل هاست. اونو به من میدون خیلی خوشمزه. بچه خوبیه. نه اصلا توضیح نداریم خودم فست. خوبیه این ویدیو این بود که دانشگاهی ملت رو می‌بینیم خوش بود. آره. تهران قبل دانشگاهش خیلی قشنگ بود. بعد یه دونه از این چیزا داشت. کافه یا قهوه می‌فروشن. پنینی اینا داشت. یه نخواستیم اونو بگیریم چون خواستیم شرایط خود دانشگاه رو برای خودش جالبه. دستگاه اسپرسو داشت. اصلا من خودم یه بار اونجا ما رفتیم آرمین راهنمایی می‌کنه ما آرمین رو راهنمایی دیگه من ندیده بودم. بچه‌ها مرسی که ویدیو رو دیدین. فعلا خدا حافظ. علم و فرهنگ برنده است. بای. اون وقت ما میگیم محمد دیر میاد شما باور نمی‌کنید. ما زنگ زد. پرنسس ویکتوریا تشریف آوردن. برو جلو. جا نمیشه. اگه براتون سوال ما بعد ویدیو چیکار می‌کنیم؟ همبرگر تهران غرب دادیم به گربه. چرا داره میخوره؟ سهمت گربه ها شد. برای من واقعا جای تعجبه که گربه داره میخوره چون اینو گربه هم نباید میخوره.